درود دوستان، چطور مطوری؟ علی ونگار هستم، حلال مشکلات گیمرها. خیلی خوش اومدید به ویدیومون، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید، لذت کافی و استفاده کافی رو ببرید. اومدیم با یک کار شیپینگ و افزایش ریجستری. این ویدیو با کدهایی که هر قسمت میذارم، هر قسمت از ویدیو تیکه تیکه کدا رو میذارم. اول کد یکو میذارم، بعد قسمت دوم ویدیو دو تا کد میذاریم. یه قسمت یه ثانیه کد یکو میذارم، کد یک فلان. کد دوم یه قسمت دیگه یه ثانیه دیگه از ویدیو هست. پس تا آخر ویدیو بشینید تماشا کنید که کدها رو بردارید. شما به راحتی میتونید بهترین ریجستری رو داشته باشید. لند زدیم بلک مارکت، دیدم طرف گان داره، گانو برداشتم گرفتم روش. وقتش رسیده. علی ونگار تقدیم می کند نبردی که فراموش نمی کنید. طرفو زدیم، گان LMG هم بر میداریم، به راحتی طرفو زدم. اصلا گرفتم روش شاد مدیکم میزنم که آرمورم پرشه. دوستان این رجستری تیر خیلی به شدت گاده. کاهش پینگ گادی داریم، افزایش ریجستر تیر گادی داریم. اینجا صدا پا گرفتم، گرفته نمیاد دستم. داشتم موونت میزدم که نزنم، دیدم پشت سرم اومد گرفتم روش. دوستان لطفا از علی ونگار حمایت کنید، سابم کنید، لایک هم کنید که بتونم خانواده‌ام بزرگتر بشه، بهتر بشه. این ویدیو رو تا میتونید شیر کنید، روی اشتراک گذاری بزنید، شیر بزنید، کپی کنید، بفرستید در رفیقاتون که بهترین استفاده رو ببرن، هم از ما یه حمایتی بشه. لایک به یادتون نره، کامنت انگلیسی هم یادتون نره، چون که کامنت انگلیسی که میگم یه جایزه 80 سی پی دوبل 80 سی پی گنده داره. دلیه دیگه، حالا در حد چنل ما داریم خرج میکنیم، هر ویدیو 80 سی پی توپی داریم. گلیه برای اینکه هم ما حمایت بشیم، هم شما حمایت بشیم و یه چیزی نصیبتون بشه. قرعه‌کشی میکنیم بین کامنت ها که لذتشو ببریم. شرمنده دیگه، بیشتر از این نمیتونیم خرج کنیم، چون که اوایل چنل ایشالا برای بتل پس و گردونه و اینا این امکاناتو میذاریم. یه گردونه یا یه بتل پس خوب، یه شات رو هوا، اینم ریجستر تیر نکنید، اینم وان شات میکنه. ریجستر تیر عالی داره، اینم وان شات شد. اینجا که دو نفر رو میزنم، یکی دوتا. اینجا رفتم دیدم اینا دارن فایت میدن، این یکی لوزی این دومین کیل لوزی، اینم سومین. خیلی ایزی با XPR هم دیل نشون میده چون دانلود ندارم. زدمش که اچسشو بردارم. اینجا دیدم انمی پشت اونجا قایم شده، یه نید انداختم که بیاد بیرون. راستی این گیم پلی از یک دست بازیه، از یک مچ بازیه که شما ببینید و لذت ببرید. تیکه تیکاش صحنه‌های مهمشو گذاشتیم، اینجا هم یارش اومد، خودشو زدم. اول اینجا ریلود کردم، یه شات بیس زدم، دمیج شد، برگشت خودش اومد، یه شات میس دادم، یکی زدم دیگه افتاد. اینجا رو نکنید، ریجستر تیر به این میگن. نکن یکی خورد، ریجستر تیر به این میگن. رو رفته زیر پل. من عاشق ریوایویم. ببین اینجا دیدم یارو اومد از چپم، گرفتم روش. مغزه بازی باید داشته باشید دیگه، صدا پا بگیرید.
میگه ماما این کارا رو بکنید که بتونید به آکاشا. راحتی انمی رو بزنید. این یه شات انمی. موومنت های ملمنانی. 2 شات به انمی. سومین شات دیگه افتاد دیگه. بیفت دیگه. اینجا خوردم، اینجا بد خوردم. یارو فکر کرد من افتادم دیگه تموم شده دیگه. نفهمید از یه جا خورده که من میتونم بلند شم. سلف ریوایو دارم. اینم یه شات بهش زدم افتاد. help me. بهم گفت شما چند Help نفری؟ me. داداش سلف ریوایو داشتم، زدم بلند شدم. فشاری نشد دیگه. فشاری. اینجا هم گرفتم روشون که با آتیشش میخواست بیاد روی یار من که یار منو ناک کنه دیگه. فهمیدم و گرفتم روشو. تمام. اینم این یکیش. از شیری چرا باید الان نوتیف بیاد؟ اینجا هم افتادم. اینجا هم یه شات بهم زد، بد شاتی هم زد. اینجا افتادم، بچه ها بلندم کردن. ای کاش میدیک تا الان نمیزد. کامنتی که باید بذارید ویلکام علی ونگار هست که بینتون قرعه کشی بشه. تا ویدیوی بعدی گود بای.